در روزگاران بسیار دور، وقتی کوههای دایکندی هنوز رازهای کهن را در دل خود پنهان کرده بودند، دهکده‌ای کوچک بود که مردمش با مهربانی و اتحاد زندگی می‌کردند. در همان دهکده، دختری شجاع و زیبا به نام جولی زندگی می‌کرد. نگاهش مانند روشنایی صبحگاهی در دل دره‌ها دلها را آرام می‌کرد. و جوانی شجاع و مهربان به نام تی با قلبی پر از عشق و دستانی که می‌توانست هر مشکلی را حل کند. تی و جولی عاشق یکدیگر بودند، اما سرنوشت آنها را از هم جدا کرده بود. روزی جنگجویان قدرتمندی از دیارهای دور به دهکده حمله کردند. مردم فرار کردند و تنها تی و جولی در دل جنگل ماندند، میان صخره‌ها و دره‌های پر از مه و راز. در آنجا با جوانی دانا و اسرارآمیز به نام دوباسه روبرو شدند. او گفت می‌تواند آنها را نجات دهد، اما به قیمت بزرگ. تنها یکی از شما می‌تواند زنده بماند، دیگری باید در دل کوه بماند. تی و جولی دست در دست ایستادند. آنها نمی‌خواستند از هم جدا شوند، اما دوباسه تصمیم گرفت تا عشقشان را بیازماید. جولی گریه کنان گفت: اگر عشق واقعی باشد، حتی مرگ هم ما را جدا نخواهد کرد. با طلوع خورشید، تی کودکان و مردم دهکده را نجات داد و جولی در دل کوه باقی ماند. نور صبحگاهی از دل شکاف‌ها تابید، اما صدای گریه جولی در باد پیچید و هنوز هم هر کس از دره‌های دایکندی عبور کند، صدای عشق و فریاد او را میشنود. از آن روز تی زنده ماند، اما هر روز دلش برای جولی میتپید. مردم دهکده میدانستند که عشق واقعی گاهی زیباست اما تلخ و پر از دلتنگی، و هرگاه باد از دره‌ها میگذرد، یادآور عشق از دست رفته تی و جولی است. دوستان، اگر این ویدیو را دوست داشتید، ما را فالو و سابسکرایب کنید و در کامنت ها بگویید از کدام شهر یا کشور داستان می‌خواهید. بیشترین درخواست ویدیوی بعدی را می‌سازد.